سلام خدمت یکایی که دوستان بچریت. امروز باز داستانهای چرت و پرت داریم. داستان چرت و پرت که میدونین جریانش چیه. داستانهایی که همینطوری به صورت یلخی بداهه می‌نویسم، زیاد تغییرش نمیدم، یه کوچولو شاید تغییرش بدم. بعد جونم براتون بگو که این داستان رو با صدای کاراکترهای مختلفی که تو کانال اولم هست براتون میخونم. اگه کانال اولمو سابسکرایب نکردید، به کانال اولمو سابسکرایب کنید. اگه کانال دوم هم سابسکرایب نکردید، الان این پایین سابسکرایب کنید. لینک پلیلیست داستان‌های چرت و پرت هم بالای صفحه میاد، هم آخر همین قسمت هستش، هم تو دیسکریپشن هست. بس اگه قسمت‌های قبلی رو ندیدید ببینید. بریم که داستان‌های چرت و پرت براتون بخونم. دستم را بریدم، دستم دارد خون فواره میزند. او قربان به شیلنگ شهرداری وصلی مگه؟ این همه خون چطوری از دستت میاد بیرون قربان؟ میشه مگه؟ خون کوروش، خون چرا از دستت داره میاد؟ با چی دستتو بریدی؟ چه اهمیتی دارد؟ بیایید فوران خونم را بند بیاورید. داشتم مگه یه آدم چقدر خون داره توی بدنش آخه؟ چرا شدت خونریزیتم کم نمیشه؟ یو کوروش کوروشتوپیا، فکر کنم همینجا بمیری. کوروشتوپیا رو به کی میدی چالا؟ زبانت را گاز بگیره آریا، من اینجا نمیمیرم. What's going on guys؟ فرشاد سایلند هستم و اومدم کوروشتوپیا امروز کچ بشم. فرشاد تو به دادم برس، خون چون آبشار نیناگارا از دستم به زمین میرسد. فرشاد زنگ بزن اورژانس، من روی گوشیم اینقدر خون ریخته است که گوشیم سوخته است. راستی فرشاد گوشیم را نمیتوانی درست کنی؟ وای فرشاد سایلنس، بیا خون ریزیمو بند بیار. فرشاد زنگ بزن اورژانس بیاد، گوشیمو درست کن. من اومدم اینجا چت بشم داداش، من خودم زغال فروشم، از من نمیتونی کولی بگیری، من رفتم. من نمیخواهم اینجا بمیرم. او قربان خب برو یکم اونورتر بمیر. پیشکار مرا به سخره میگیری؟ چطور جرأت میکنی؟ قربان تو دیگه رفتنی هستی، در واقع کم کم میشه گفت دیگه قربان من نیستی قربان. یو چطورید سلاطین؟ گیزی گیمینگ هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. ما در این ویدیو شاهد خونریزی شدید پادشاه کوروشتوپیا یا همون کوروش هستیم، از انگشت شست دست. اگه میخواد نحوه مرگ این یوتیوبر رو ببینید، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. گریزی گیمینگ، از مرگ من هم میخوای ویدیو در بیاوری؟ برو از من دور شو، کوروشتوپیا تنها جای زلال دلان است. خب منم زلال دل هستم دیگه، ایناهاش. چه دل زلالی داری؟ خیلی خوب بمان، اما حق فیلم برداری نداری. پیتر جانسون هستم از FBI. این خونها چیه که از زیر در اومده بیرون؟ اون تو دارید چی کار میکنید؟ در رو باز کنید. از گفت پیتر جانسون، تو پرغلی سفلا هستی، بفهم. قربان اذیت نکن دیگه، بذار حال کنیم. اصلا میگم پیتر جانسون هستم، تمام سلولای بدنم به حال میاد. خیلی خوب FBI در رو باز کنید. خوش آمدید ای مامورهای قانون، مرا کمک کنید. خون همینطور دارد از من میرود و اینها به من هیچ کمکی نمی کنند. دستتو چطوری بریدی؟ با هزاران لبخند. پیشکار امروز خیلی نمک میریزی ها، مگر نمیبینی با مأموران قانون صحبت میکنم؟ دستم را با چاقو بریدم. صبر کن ببینم، پس تو خودت دست خودتو بریدی؟ آری. خب پس کار ما اینجا تمومه، بریم جانسون.
صبر کنید، یعنی چی کارمان تمام است؟ مرا کمک بکنید. مگه ما دکتریم آقا؟ تا زمانی که شما زنده هستید کمکی از دست ما بر نمیاد، ولی اگه بمیرید پزشک قانونی آشنا داریم که شما رو کالبد شکافی کنیم و علت مرگ طبیعیتون رو به علت سهلنگاری در استفاده چاقو به ثبت برسونیم. قربان چطوری نمیمیری آخه؟ کف قصر کلا قرمز شده قربان. من نمیخواهم بمیرم، یکی کمک کند دیگر. چه سر شده کف قصر؟ من یه فکر بکر دارم قربان. چه فکری داری جانسون؟ من میگم بیاید نفری یکی از این کیسه خواب ها برداریم، بریم ته قصر، بدویم و بعد بپریم روی کیسه خواب، سر بخوریم و بریم تا در. هر کی به در برسه میبره. عجب فکری کردی توی مامور FBI. من پایم. منم پایم بچه های توی کروشتوپیا. منم برم عروسکم و بیارم سر بخورم. منم میخوام با شماها روی این خونها سوسوی بازی کنم. ای کاش میگفتم خوتنم بیاد امروز. حیف شد نیومد. نه. این بود یک دیگه از قسمت‌های داستان‌های چرت و پرت. اگه بازم دوست دارید بهتون داستان‌های چرت و پرت بگم، حتما تو کامنت‌ها برام بنویسید. لینک داستان‌های چرت و پرت توی دیسکریپشن هستش. قسمت‌های قبلیش هم ببینید و هم بگید کدوم قسمت رو بیشتر دوست داشتین که سعی کنم بیشتر به اون قسمتی که دوست داشتید نزدیکتر داستان‌های بعدی رو بنویسم. بعد جونم براتون بگه یک مقداری همونطوری که می‌بینید کیفیت تصویر بهتر شده. این دلیل نیست که من وبکم جدیدی خریدم، همون وبکم قبلیه هستش که البته داداشم برام خریده بود. فقط الان یه خود کیفیتش و این تنظیماتش رو دستکاری کردم، دیدم که خیلی بهتر شد. اگه بهتر شد واقعا، نه به نظر خودم که خیلی بهتر شد. همین دیگه. تا داستان‌های چرت و پرت دیگر شما رو همچی ول میکنم برای خودتون بچرخید. خداحافظ. دست ها بابا، این یه سرقت مسلحانه هست. منظورت اینه که دستا بالا؟ آره دیگه، مگه من چی گفتم؟ گفتی دستا بابا. جدی؟ چه جالب. خب حالا هرچی پول دارید و بدید به من. اشکار برو در را باز کن ببین که هست. قربان من مگه نوکر تو هم؟ یه جورای نوکرت هستم قربان. باشه میرم در را باز میکنم. بله بفرمایید جناب. در پایین کاخ شما یک قتل وحشتناک و چندشاور اتفاق افتاده. جدی میگی؟ نه داریم اسکلت میکنیم. معلومه که جدی میگم احمق.